این یک قصه پراسرار میباشد که همچون یک سیر نهانی در بین تمام مملکت‌های دنیا باقی مانده است. اگرچه فکت هم باشد و این را اثبات هم کرده باشند. اگر میخواهید که فهمید با این نفر چی روی داد و از کجا پیدا شد، پس ما را با دقت گوش کنید. همه این در فرودگاه بین المللی ژاپن رخ داده است. در یکی از روزهای سال 1954 در فرودگاه خانه در ژاپنیا شخصی نامعلوم پیدا شد که گویا از اروپا به آنجا سفر کرده بود. یک مردی میانه سال و در تنش لباسهای عجیبی داشت. وقتی گذشتن از تماژنی همه را نظارت میکردند. وقتی نوبت به او رسید، او گفت من ماه استراحتی خود را خواستم در اینجا گذرانم و این سفر سوم من میباشد به این جای. از او پرسیدند تو از کدام کشوری؟ گفت از تورات، در بین پاریژ و اسپانیا میباشد. آنها به حیرت افتادند و این کشور را جستجو کردند، اما کسی چنین کشور را نمیدانست و نشنیده بود، حتی در خریطه هم نبود. این مرد تحت نظارت فوری گرفته شد. او را نظامیان سابقه‌دار و پرتجربه پرسش و جستجو میکردند، اما او تنها تورات میگفت و تمام. در حقیقت خیلی عجیب و پراسرار بود. به نزد او خریطه را آوردند، گفتند خودت نشان ده این مکان را. این مرد میگفت تورات در بین پاریژ و اسپانیا است، اما در خریطه چنین مکانی وجود نداشت. خریطه شما دروغ است میگفت من آزاد چندین دولت ها را گذر میکنم و شما مرا این گونه جستجو دارید. در حجتهایش هم جای استقامتش کشور با نام تورات بود و با این شناسنامه امضای چندین پروازهای دولت ها را داشت. با فرودگاهی که او به آنجا آمده بود زنگ زدند، اما آنها گفتند چنین نفری در اینجا قید نشده است، شما خطا میکنید. این مرد گفت من در قید مهمانخانه بودم. با آنجا رفتند، اما کسی با این نام در مهمانخانه قید نشده بود. شخصیت این نفر را جستجو میکردند. او را به مهمانخانه جای کردند و جستجو را ادامه میدادند. اتاق تحت نظارت پلیس ها بود. دو پلیس در پشت در. بالاخره در اینجا حادثه خیلی عجیبی رخ داد با این مرد. روزی دیگر به نزد او رفتند، خواستند او را دوباره پرسش کنند. او در اتاق نبود و یک باره غیب زده بود. دیگر از این مرد چیزی را پیدا نکردند، به مثل این که به زمین فرو رفته بود. حتی شناسنامه و دیگر چیزهایش را هم پیدا نکردند. این قصه همین خیلی یک اسرار نهان باقی ماند و خلاص. کسی نمیداند که او کی بود و با او چی شد. بسیاری ها بر این عقیده می باشند که شاید این نفر را گم زده از عالم دیگری به اینجا آمده است. هر کس هر فکر و عقیده ای دارد در این باره، اما نمیدانم شما چه فکر را دارید. از شما خواهش میکنم همه فکر و عقیده های خود را در کامنتری نویسید. خیر تا نوارهای نوبتی.